آهای آیندگان، شما که از دل طوفانی بیرون می جهید که ما را بلعیده است، وقتی از ضعف‌های ما حرف می زنید، یادتان باشد از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید. به یاد آورید که ما بیش از کفش هامان کشور عوض کردیم، آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود. این را خوب می دانیم. حتی نفرت از حقارت هم آدم را سنگدل می کند. حتی خشم بر نابرابری هم صدا را خشن می کند. آخ، ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم، خود نتوانستیم مهربان باشیم. اما شما وقتی به روزی رسیدید که انسان یاور انسان بود، درباره ما با رأفت داوری